والله همه میرسال بر میدارم دل خوشم کرد رو خونه دارم من جو میرم به جای خواهی میشم چی دلار اینجا قایم کرده؟ چی میگی مردم خواهی؟ چی دلاره؟ بابا جو بیام نان بخوریم بابا جان بابا جو من نون خوردم. چرا بابا؟ سیرم دل من هیچی نمیاد بابا. ما نان میخوریم شما بیام نان خوریم دیگه دل من نمیاد بابا. خب کجا بری بابا؟ دشویی بابا. وقت جمع کن دیگه اینا خوبه. ساسش را بسته که گوه نریزه خوبه. مخورم. اول لغمه خبر با گبزه خوبه؟ باشه که لالا. اینا ببرم. بابا! 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 چکاره؟ بیای بابا! بستگی بشینی خبره بیارک دیگه بابا! 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 بس کن تو. چه کار شد بابا؟ بعد از کفن دفن پدر من برو تبیدی برو کار دارم. آنه بابام برم اولاغ همه میرسال بر میدارم دل خوشم کرد رو خونه دارم من جو میرم به جای خواهی میشم یلد اینو چیه خیره که برار خردو بیایم همه میراسان خودش ما بخش کنید پیش خزم همه برار پیش خزم کدی میراس همه میراسه و تا وسیعت نامه بیام و از منه کدوم وصیت نامه؟ من کار ندارم وسیعت نامه مطمئن همه میراسه از منه از میفهمی؟ ما مسته خیلی برار کنید اوه بشینی به شما نگم بشینی بزنم بیایم برو را همه گی بشینیم خودش ما میریم به درس را ارباب او طرف حق قرم داره رفیق پیار ما خلی بیده سایه وخزم چکار پیش ارباب این دیگه نمیشه دیگه داماد جا بیدیم به خاطر دوری جوی برو را به هم میریم به درس را ارباب بر آمد آقا آقا شما به خونه یا آقا شما کار دارم کینه بابا جان؟ بیای من ارباب سیبم همینجا با اشتنه برو خوبیم بخیر سلامت دیگه هم هستن بیای برو بیای خوبیم بخیر سلامت زنده باشین سلامت
شکر شما ایشتن خواهیم بخیر سلامتی. خب همین خدا شما میریم بالا. بریم ارباب. بریم. جلوشی باشه ارباب. بریم. برو بچه جان برو. بیایم برادر بیایم. بیایم منمون تو بشینیم خدا شما گپ بزنیم. خب چه کار شده بچه حالا بیامدیم برات میراث. خب ما دیگه ارباب چه کار کنیم؟ ما دیگه بامراد میرسه مورد. خوب کار کردیم. من جا میراثا رو بلدم. خدا رو شکر خدا پیار شما رفیق بودم. دیگه همگی گپار برای ما بگفتم. من خدا بیامرز خیلی دوستش داشتم. خیلی آدم خوبی بود. او هم مرد دوستیش خدای رفیق بودیم. من میرم خدا شما مو میراثا رو برمیدارم. بین شما تقسیم میکنم. شما دیگه هر کدوم هر کار دل شما مای بکنید. بیایم بچه بیایم من حال مجاورم بلدم. خدا شما رو بالا میکنیم. بعدا من برای شما همینجا تقسیم میکنم. هر کدوم شما هر کار دل شما مای بکنیم. خدا همون میراث کن. خب بچه از درخت فقط همین مونده. همین قسمت رو بکنیم. اور برداریم. یک صندوقی است. خاطر من میگم ایتا گوم چیزی نشده باشه. نه او گم نمیشه. دل جمعو بزر کرده. اون نمیشه کمک. بیایم شما کمک کنه بچه بده. کمک کنه که اینا خیلی. آره بده صندوق دستمه بده بچه جو. خود زده. صبر کن. تازه مثل که دلارا بابا بیده. خب انا حال اینجا تقسیمات میشه. شما فعلا گپ نزنیم. اینجا استاد چیم. پیار شما ایشته آدم خوبی بوده. چی دلار اینجا قایم کرده؟ چی میگی مردم توی؟ چی دلاره؟ دلار داریم ما. ما خو میره هم مطلق چیزی. روی هیچی خونده داره خیلی ارباب سه. یک ورقه. پیار شما خیلی آدم خوبه. سه کنیم برای شما چی وصیت قدیشته. شما همگی گوش کنیم هر گپی که پیار شما گفته. خداوند بیامرزه خیلی آدم خوبی بود. ایر دیگه نگاه میکنه که چی نوشته کرده پیار شما. خب پیار شما اشته خط خوبی دیشته. بسم الله الرحمن الرحیم اول نوشته کرده. بعدا هم میراثنامه. این میراثنامه از طرف من میرزا نوروز به پسران دلبندم. بزرگترین میراثم برای شما گل پسرانم این است که شما با همدیگر خوب باشید و بچه‌های عالی باشید. و همچنان همونطور که از شما گل پسران خواستم یک دفعه دیگه که بین همدیگه جنگ نکنیم. طوری که یک قصه بود اگر یک چوبی باشه زود میشکنه ولی وقتی با همدیگه باشن هیچ وقت هیچ کس شما شکستنده نمیتونه. او شما باشه بچه. پیار شما خیلی آدم خوبی بود. سه کنه میشته میراثنامه برای شما قدیشته. شما باید از این میراثنامه بهره ببریم و به حرف پیار خوب بکنیم. فقط خود شما میفهمیم همون سرایی که زندگی میکنیم و خود شما نه. همون هم شما میتونیم یا زندگی کنیم 4 طبقه بین خود تقسیم کنیم. شما خود شما 4 براریم. هر طبقه یک نفر بشینیم. دیگه هیچ گپ و گفت دیگه هم نیه. هر کار دیگه میکردیم ما این بخیر بفروشیم. هر وقت ما هستیم بفروشیم بیایم به ما بگیم بر شما تقسیمات میکنم. گرچه هر طبقه از یک نفر میشه. برین دیگه بچه انال به حرف پیار خوب گوش کنیم. پیار شما خیلی آدم خوبی بود. دیگه خدا بیامرزه پیش شما باشه. این دیگه پیش خود شما باشه. این همیشه برو کلو بریم بیتا. هر کدوم شما دیگه همیشه گپ و پیار شما یاد شما باشه. همین گپ هم گوش کنین که وقتی یک نفر باشی همگی شما رو زده میتونم. وقتی که 4 نفر با هم دیگه باشیم کسی خود شما گرفته نمیتونه. بریم دیگه انال هر کاری که میکردیم دیگه صلاحیت دست خود میشینیم نمیفروشیم. کدو وصیت نامه 22. کدو وصیت نامه. من کار ندارم وسیعت مسیح مرتو هم میراسا از منه. پس تو نه خیره که با قرآن خوردیم ما هم حق داریم. چری؟ چوب ما هم حق داریم. یکا بابا به تو نداده. چوب شما تو بگو. چری؟ این مگه علاوه باستون میگیری؟ بازم خوب شده کسکو.
خوب شدن اقبالم بیا ما بیا خدمه پیش خزیم خوی دستا خونه گرفته برداشت 20. خوب شدن اقبالم بیا ما بیا خدم برو رام پیش خزیم قد کو خوی چی